همین سله پیغمبری ما از گوش که دوستیم به حد خوب همون معروف که دیگه در حقیقت به انسان تاثیر میکند. لازم میشد که یک درباره مثلا مرگ، جنت و دوزخ یک همون معروف میگیرید، برای که سخنهای شما خیلی به انسان تاثیر میکند. بسیار عملهای هم عوض شد برای گوش کردن همین سخنهای شما. همین قدر گفتم که کم کم جواب دادگی و خیلی خانه نشدم پره. درباره جنت به فکرم دو صحبتی جمعه هست نوارای قدیم. یک صحبت درباره دوزخ است. یک بار در فصل بهار درباره جنت گپ زدگی هستم، یک بار در فصل تابستان درباره دوزخ گپ زدگی هستم. چون فصل بهار این نشانه جنت است، با هواش خوب، سلقین، خوشبو، بوی گل، این جنت به خاطر میاد. آتش دوزخ تابستان گرمی، آتش از هواهای دوزخ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی برای دوزخ اجازه داد که دو نفس برآرد، یک نفس در زمستان، یک نفس در تابستان. اون گرمی سختی که میابید اون نفسهای دوزخ است. خنوکی سختی که در زمستان میابید اونم نفسهای دوزخ است. یعنی تابستان و زمستان دوزخ به خاطر میبیارد. بهار جنت، تیر ماه حساب و کتابه. وقتی حاصل دروی کسی مهنت کرد حاصل بسیار میگیره، کسی مهنت نکرد هیچ نمیگیره. تیر ماه هم همین 4 فصل سال آدم خاطر رسانی به حیات آخرت میکنه. بله انشالله درباره جنت و دوزخ الهیده گپ میزنم. بس سیره گوش نکنید برادر، سیره تماشا کنید. ما همه ضروری هم گوش که تماشا ببینیم. یک بار به گوش میکنید و با یک بار وقتی افته تماشا میکنید. به قول یک برادر که این سیره باید 3 بار گوش کنیم افته است. خاصتا نامهای مثلا بینید یک نام در درس 1، در درس 20، در درس 30 تکرار میشد. نامهای صحابه ها، نامهای حتی دشمن ها. یعنی که این علم مهم است. با دقت گوش کنیدون، یعنی همین علم که تمام کردید گویا که در دانشگاه شما یک فن تمام کردید، فن تاریخ تمام کردید، در دانشگاه عالی اسلامی گویا تمام کردید.